تنظیماتم مشکل داشت وگرنه که ما تیم قوی هستیم. خب بچه سلام. ما دیگه کسی گیر نیاوردیم بتونیم باش بازی کنیم. از آقا پتا کمک گرفتیم بتونه واسه همون صدا پا بگیره و حتی یعنی رو بو کنه. این قابلیت ها رو نداره ولی بریم یه دست بزنیم ببینیم چی میشه. آقا پتا با رفت. درود بر شما. دست شما درد نکنه که ما رو در این مسیر همراهی میکنید. بریم این دست بزنیم. خب آقا پتا بشین به مانیتور دقت کن. ببین حواست باید رفتی پایین لطفا. حالا اینقدر مخاطبا رو دوست نداشته باش، یکم به بازی دقت کن. آها آفرین، جدی گرفت بازی رو جدی گرفت. ولی خب من نمیبینم دیر. آقا پتا من نمیبینم. پتا تنظیماتم رفته رو. پتا باید بریم بیرون. خب بریم یه مچ داشته باشیم. من نصف مانیتور رو دارم، نصفش با پتاه. من کل مانیتور رو ندارم. ما رفتیم اسنایپ شدم. تنظیمات رو فکر کنم تونستم برگردونم به تنظیمات سیزن قبل. حالا یه معذوریتی دارم که تا صدا پا بگیر دیگه. ببین کنه بگو به من حواسم نیست. بیا رفتیم تو مچ. منو ببین پتا اون خیلی رفتی تو. بیا تو رو خدا. یه ذره دقت کن بتونیم یه استادم یه مش مانیتور رو بگی. بتا تو رو خدا، تو قرار بود من کمک کنی. دست دفاع بگیر. پتا نمیبینم. بگو لگو با هم بگیریم. جون مادرت بزن. نرو تو مانیتور که پتا کسش. آخهش چه حس خوبی داره. تنظیماتم مثل قبله. پتا خدا شاهده مانیتور رو گرفتی.
خیس کردی مانیتور رو. بشین. بیا 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 بیا. صدا پا که نمیگیری حداقل بزن. تنظیماتم مشکل داشت وگرنه که ما تیم قوی هستیم. خب اومدیم تو بازی. من با یارمم. پتو بیا اینجا بیا بالا. چی شده؟ پتو چی شد؟ پتو چی شد؟ تیر نداشت. میشد یه کارایی کرد ولی حالا میمیره. تو بی بالا. بیا بالا. چرا قبلا سور نمیخوردی الان سور میخوری؟ دست شما درد نکنه. بالاخره باعث شدید که پیشرفت معکوسی توی روند بازی داشته باشیم. نه اون پایین چه خبری که میخوای بری پایین ولی یارمون داره میزنه. شانس ما حالا بره آرام بخره. تو خوب عمل نمی کنی. باید به خودت بیای از دستای دیگه درست برخورد کنی. پتا صدا پا رو خوب بگیر. نشد که. نه شما نظرتون راجع به عمل کرده پتا بدید. من اسم میکنم اصلا قیافش مشخص نوب سگه. نه ما زیاد بهتر نیستیم ولی فعلا تست بود ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.